ماموران نجات روسیه در اینجا نشانه‌های از جسد و یا پاره‌های هواپیمایی را می‌جویند که روز 11 فوریه سقوط کرد. آنها میگویند با نظرداشت برف و باد سخت ممکن است جستجو بیشتر از یک هفته ادامه کند. 400 نفر اینجا کار میکنند و شام فلاکت فقط 2 جسد را پیدا کردند. سبب‌های سقوط هواپیما با 71 سرنشینش حالا معلوم نیست. مفتشان تمامی سبب‌های سقوط از جمله وضع هوا، خطای انسانی، وضع فنی هواپیما و دیگر عامل‌های احتمالی را بررسی می‌کنند. هواپیمای مسافربری ان 148 از شرکت ساراتوفسکی آویالینی بعد پرواز از فرودگاه دمدیدوی مسکو به شهر اورسک بعد 7 دقیقه از رادارها ناپدید شد و بعداً لاشه‌هایش را 80 کیلومتر دورتر از مسکو در اینجا در ناحیه رامینسکوی پیدا کردند. ساکنان روستای نزدیک ترسیدند. من هیچ صدایی را نشنیدم. خوشبختانه در میدان خالی افتاد و به خانه ها نرسید. در بین قربانیان 3 کودک و 2 شهروند خارجی هم بودند، یکی از آذربایجان و دیگری از شویتزاریا. نمایندگان شرکت ساراتوفسکی آویالینی گفتند که خلبان‌ها با تجربه بودند و هواپیما هم مشکلی فنی نداشت.